من خیلی برام روشنه که شورا نمیتونه در مسئله مقام رهبری تصمیم گیر باشه. اینی که مقایسه میکنن با این سران سه قوه، این سران سه قوه اینی که بود مشکلاتشون رو امام حل میکردند. اگر مشکل امام نبودن برای حلالیت مشکلات اینا توی این مشکلات مونده بودن. این تشخیص منه. ممکنه خود آقایون اگر این خلافه رد بکنن این نظریه را. و اونا اینجوری بود که یه مقداری وقتی اصلا رعب هم اثر میذاشتن این که اینا خودشون نتونن زیاد از جدل بکنن و بعدم اگر یه جای گیر میکردن امام حلش میکردن. بنابراین به نظر نمیاد که شورا موفق باشه مگر اینکه میگم ضرورت احساس بشه. از ضرورت تو بیگار محظورات. و السلام. حدود 11 نفر یا 10 نفر، آقای کریمی، آقای خزعلی، آقای معصومی. اول شما که پیشنهاد مذاکرات دادید کفایت حدود 11 آقای طاهری خرم‌آبادی پیشنهاد کفایت مذاکرات دادن در این بحث شورا و فرد. توضیح بدید. هدیه براش توضیح. موافق. حرفشون هم همینه که 11 نفر اسم نوشتن، بازم دارن همینطور میان. مسئله بخوادی و دارد هم مرتب میاد. باید ساعت 8 جریان خیلی خوب. حالا اگر نمیخواد صحبت کنی رأی میگیریم. من در شرافت نمیخوام صحبت کنم، ولی یه چیزی مربوط به این شاید اگر یه دقیقه حرف کنم خواهی آقایون مول بعدش میتونیم حرف بزنیم. هنوز چیزایی که مربوطه میتونی صحبت کنیم. اگر شد اون وقت دیگه رو شورا و فرد نمیتونه صحبت کنیم. اون وقت اگر شورایی رأی آورد 3 تایی و 5 تایی مطرحه دیگه بحث نمی کنیم، چون دیگه اون ماهیتش یکیه دیگه، کم و زیاد داره. یا اون کنن دیگه بله. بعد وقت میریم سراغ مصداق. ممکن رو مصداق هم اجازه بدیم یه مقدار آقایون هم. من یه چیزی ضروری میدونم که بگم. یعنی یه دوسته که خب شما به عنوان مخالف اونها که از نظر فقهی معتقدن این یک نفر فقیه براشون حله، اونهایی که معتقد نیستن قدر مطلقاً ما استعدادی فقیه مسلم می‌شدیم، اونها نیابتاً بودن. من عرض می‌کنم از نظر اینکه خیلی خوب. حالا اون توی بحث بعد رهبر اقل اجتهاداً درش کفایت بکنه. شما جملتون بگید، چون آقای امامی جملهشون گفت. یه جمله است. برای من یه عرض کوتاهی دارم و اون این که در مخالفت با شورایی و اون اینه که ما در این کمیسیونمون موضوع شورایی رو رد کردیم. بله. کفایت مذاکرات. خب از اگه آقایون معترضن صحبت نکنید دیگه، حالا بعد نرسیم. این برخلاف این مصوبه ماست، الان مشکل پیدا می‌کنه. خب آقای امینی میفرمایند چون کمیسیون مصوبش فرده و اگر تو شورا تصویب شد بعدم مشکل پیدا میکنه. طبعا این ما هرچه انتخاب بکنیم، ببینید ما هرچه انتخاب بکنیم حتما این محدود به اون نیست که قانون اساسی بعداً تصویب میشه. اگر معارض با قانون اساسی در اومد خود طبعا باید اصلاح بشه، منطبق بشه با قانون اساسی. بله پس میخواد کفایت مذاکرات دیگه. حالا آقایون صحبت نکنن که کفایت مذاکرات رو به رأی بگذاریم. بحث نمیخواد بکنید. بله من حرف نمیزنم، ولی این خیلی خوب. آیانی که با کفایت مذاکرات در مورد شورایی بودن یا فردی بودن موافق هستند قیام بفرمایند. رأی آورد. اکثریت قوی ایستادن. خیلی خوب. بله؟ اول برای فردی رأی
خیلی خوب. حالا آیون رای تشریف نبرم بیرون آقای، میخوان رای بگیریم الان موقع رای گیری. الان رای میگیریم برای شورایی بودن یا فردی بودن؟ کدومشو اول رای بگیریم؟ آقای اجازه میدین نکته قبلا معلوم باشه این شورایی اگر رای میگیری هر چی باشه این محدوده تا زمانی که رفراندوم میشه و قانون اساسی که این تا اون زمان های نخواستیدن اعلام کنید اعلام نکنید، ولی بله نه ولی خود به خود اینه، یعنی نشه بله در جامعه مطرح نمیشه، ولی بدونیم ما چه شورایی بشه چه فردی بشه محدود به اون زمانه. خب حالا رأی رو فردی رو به رأی میگذاریم. آیونی که اجازه بفرمایید آیونی که میخوان رأی به فردی بدن این رو هم در نظر بگیرن که اگه تصویب شد اون فرد را پیدا میکنن یا نه، اینم در نظر بگیرن. خیلی خوب. اونا که رأی میدن قاعدتا اینجوری هن دیگه بحث بکنن. بله خیلی خوب. آیانی که با فردی بودن رهبر تو این مقطع، همین مقطع تا رفراندوم موافق هستن قیام بفرمایند. بشمارید. ظاهرا تصویب شده، حال بشمارید که تون بشمارید داریم میشونیم. تصویب شده یعنی بشمارید. بله 44 نفر ایستادن، فردی تصویب شده. حالا باید روی فرد رای بگیریم. خیلی ما هم پیشنهاد اون آقای خامنه‌ای. خیلی چی؟ آقای نه بگین چی؟ نه الان رای میگیریم تموم میشه. اجازه بدید این حرف آقای شبستری رو میخوان آقایون. آقای شبستری چیزی از آقای طاهری شنیدم که امام جمله‌ای درباره آقای خامنه‌ای گفتن، سندش منم. اگر آقایون مایلن من نقل کنم و الا نه نقل کنم. بله سند جناب آقای هاشمی است. اون که ما از حضرت امام، البته امام تو این صحبتشون این سندی که امروز خوندیم گفتن چیزایی رو قبول کنید از من که یا نوشته باشه یا تو رادیو گفته باشم. این اون نیست که تو رادیو ایشون نگفتم. اول منتها ما شاهد 4-5 تا داریم اینجا، میتونیم ما شاهدم داریم. شاهدید؟ بله. ما یه جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر و احمد آقا خدمت امام بودیم، همون موقعی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فردم ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟ البته ما میتونستیم اون روز حمل کنیم این رو برای اینکه امام خب برای اینکه ما رو قانع بکنند بگن تو بنبست نیستید. ما در این مقدار البته قرارم گذاشتیم به کسی نگیم و ما هم نگفتیم. واقعا ما بعداً این درس کرده نفهمیدیم از کجا درس کرده، اما ما نگفتیم. خود آقای خامنه‌ای اصرار داشتن اینو مطرح نکنید، ایشون به من فرمودن نبادا بگید، منم نمیگفتم. یه بار دیگه من خصوصی خدمت امام رفتم باز رو همین مسئله. من چون تو جلسه عمومی شرم میامد خیلی بحث مثلا یه دندگی با امام بکنم، خب تنها که میرفتم خیلی آزادتر حرف میزدم، خیلی با ایشون یه دندگی بر رفتم رو مسئله. بازشون با من تو همون جلسه فرمودن که شما وقتی مثال خامنه‌ای رو دارید چرا تردید دارید، چرا مشکل دارید. بار سوم این رو احمد آقا دیروز به ما گفت تو جمع چند نفریمون، گفت وقتی که آقای خامنه‌ای کره بودند و فیلمشون با آقای کیم ایل سونگ داشت نمایش داده میشد، منظره خوبی بود اونجا.
من گفتم که آقای احمد آقا گفتن که من گفتم آقای خامنه‌ای خوب جا افتادن تو این، واقعا خوب آبرویی هستن برای نظام. ایشون فرمودن که واقعا ایشون شایسته رهبری هستن. اینم حرف سومی است که البته این من از احمد آقا نقل میکنم با واسطه اون رو که عرض میکنم آقای اردبیلی و من و آقای احمد آقا و آقای نخست وزیر تو جلسه بودیم، با هم شنیدیم. این مسموعات ماست که اگر حالا آقای خامنه‌ای نه حالا بس خود ایشون وقت گرفتن، تشریف بیارید. آقای خامنه‌ای ما تصویب کردیم شورا، شما برخلاف مصوبه ایمان نمیتونید بگید. شما راجع به شورایی و فردی صحبت نکنید. ببینید اگر میخواد چیزی برخلاف شورا بگید نمیشه. چی میخوان بگید؟ خب بفرمایید. بذارید من عرض بکنم بعد شما میفرمایید دیگه، حالا وقتمون که هست. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا واقعا باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی داره، اشکال اساسی داره. من حالا قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در 1-2 هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد بود؟ اجازه بفرمایید. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ. از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. خب الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم. این چطور همین آقای آذری که اسم بنده رو اول بار آوردن تو این جلسه، بنده اگر حکم بکنم ایشون قبول خواهند کرد؟ قطعا قبول نمی‌کنن. نه آقا بعد از رهبر شدن آخر نه آخه امام بحث تقلید نیست، بحث حکمه. حالا به عنوان مجتهد موضوع به عنوان کلی مومنین حتی خود بالاتر بره، هم ولایت مطلقه در عقیده من اینه و هم اصلاح اطاعتیت، یعنی حکم لازم حتما مجتهد. اگر مجتهد نباشید از درست موضوع مومنین من روشن به ولایت مطلقه، ولایت فقیه نیست، ولایت عدول مومنینه. پس آقای خامنه‌ای ببینید من در بحث فرد و شورا موقته، این موقت اشکالی نداره. افرادی اینجا عقیده ندارند که جناب عالی عقیده ندارند، ولی توی این حکمات همه عقیده دارند که افرادی صاحب نظر هستند.
اونایی که صاحب نظر هستن برای اینکه این احتیاط جنابعالی حل بشه استنابه میگن اونایی که نظر دارن به این جنابعالی از اصالتا مجموعاً مسئله حل بشه. من به هر حال مخالفم. بنده آقا در بحث شورایی و فردی میخواستم بیام اینجا صحبت کنم، فکر نمی‌کردم که فردی رأی بیاره. منم میخواستم صحبت کنم، منم نظرم به شورا بود، ولی وقتی که اکثریت گفتند فرد دیگه جای صحبت نیست. حالا ما رأی میگیریم، اما چون آقای خامنه‌ای صحبت کردن به اجازه آقای مشکلی اجازه بدید، چون آقای خامنه‌ای صحبت کردن دو جمله هم من صحبت کنم. اولا خب ما با آقای خامنه‌ای از جوانی توی مدرسه خدمتشون بودیم، تو بحثا بودیم، حالا همیشه مسائل مطرح میشه، مسائل عمده مطرح میشه. من واقعا آقای خامنه‌ای رو صاحب نظر میدونم، صاحب نظر جدی در مسائل فقهی، اما نه اینکه ایشون الان رفته هم مسائل رو استنباط کرده. یعنی الان اگر یک مسئله اجتماعی برای کشور مطرح بشه و ایشون بخواد نظر فقهی پیدا بکنه، با همون روش سنتی نه مشکل، با یه مقدار کار کردن، با یه مقدار کمک گرفتن از کسانی که منابع رو، چون وقت ممکن نداشته باشه، کمک کنن برای پیدا کردن مصادر، ایشون میتونه به نظر برسه. نه نباید بگم آقای خامنه‌ای دیگه نمیتونه. خیلی خوب، حالا ما رأی میگیریم دیگه، بحث هم نمی‌کنیم. آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. چرا مقید؟ بشمارید. موقت گفتم داره اعلام نمیشه. نه بیستید بشماریم، این عدد باید روشن باشه. میخوام بشماریم. دقیق چون بشوی دیگه وقتی میگم بشوی تو هم بشوی. آقای خودت صبر کنید تا ما بشوی. عدد دقیق رو باید بشوی. وایسی یه قدری صبر کنید، ننشینید تا بشوی. ما میشماریم، عدد دقیق باید ثبت کنیم توی چیز. 10 تا نشسته، 11 تا نشسته است دیگه. 11 تا. اینا بگن تا حال 57 تو گفتن. 50 تا باشه رای آورده. 14 تا نشسته. 50 چند تا شروع 14 تا نشسته. 56 نفرم ایستادن. مجبور 72 با خودمون رای آوردن، یه مقداری هم بیشتر از 2/3. بسیار خوب. خب جلسه ما به حمدالله با خیر و خوبی تمام شد. جناب آقای مشکینی صحبت خاتمه ای اگر میخوان بفرمایند بکنن که بعد جلسه رو ختم کنیم دیگه، باید تمام. خیلی خوب، حالا آقای نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. ما ابتداءً از برادرانی که از راه دور